بریم با هم کاربردهای make رو یاد بگیریم. یکی از کاربردهای make تبدیل صفت به فعل. make plus adjective equal verb. For example, don't make me angry. من عصبانی نکن. make someone happy. یکی خوشحال کردن. کاربرد دوم make به معنی اجبار یا وادار کردن در واقع میده. For example, I make my students speak English in class. من دانش آموزانم رو مجبور میکنم که سر کلاس انگلیسی صحبت کنم. البته بریتانیایی‌ها از have استفاده میکنن و میگن I have my students speak English in class. کاربرد سوم make تبدیل فعل لازم به متعدیه که توی چنل یوتیوب هم کامل براتون یه ویدیو گرفتم و توضیح دادم. لینکش رو این پایین براتون گذاشتم.